جلسه ما شما سر اپلود کردن عکس یا فایل کار میکنیم. قسمی که شما میبینید من در اینجا یک پنل گرفتم و در داخل پنل یک دانه بتن گرفتم. من میخوام سری بتن کلیک شو، باید یک دانه یک صفحه باز شود که توسط اون ما شما فایل چی کنیم انتخاب کنیم. به خاطر این کار شما یک دانه فایل چوزر میگیرین. میایم سری این بتن کلیک میکنم و کد برشان نوشته میکنم. سریم بتن دبل کلیک میکنم و یک دانه وقتی که سری بتن کلیک میشه باید یک جی فایل چوزر شوه باز شوه. جی فایل چوزر و با می جی فایل چوزر یک نام مشخص میکنم. مثلا من نامش نوشته میکنم F نیو جی فایل چوزر. اگر مثلا برای شما مثلا ایرر داشتن یه سری جا کلیک کنین و همو فایل چوزر چی کنین امپورت کنین. مثل که برای ما ایرر گرفت در اینجا add import for java x مثلا جی فایل چوزر چی میکنم امپورت میکنم. ببینین وقتی که ایرر رن کنم بازم سری کلیک میکنم جی فایل چوزر کار نمیکنه، به خاطر که امو فایل که ما شما چوز میکنیم انتخاب میکنیم یک صفحه است او باید شو شوه. خیلی به خاطر این کار امو جی فایل چوزر مکمل ما شما نام دادیم برشان F. خیلی برشان میگم F dot show open dialog و در داخلی قوس مثلا در جیبشان پن هم شما یک موقعیت تعیین میکنه که فایل چوزر مربوط کدام صفحه است. مثلا من نام اینمی پنل برشان میگم که در داخل اینمی پنل شوه باز شوه. چنج وریبل نیم نامش کاپی میگیرم و در داخلی میمونم. مثل که شما میبینین سر اپلود با ایمیج کلیک کنم برای ما شما یک دانه فایل چوزر شد آمد. مثلا یک فایل انتخاب میکنم، مثلا 12.pdf انتخاب میکنم. ببینید که فایل برای ما شما چی شد انتخاب شد. خب من میام در داخل این پروژه در اینجا یک دانه لیبل میگیرم. لیبل در این قسمت میمونم. من میخوام وقتی که فایل انتخاب کردم مکمل ادرسش در اینجا نوشته شود. خیلی ایره خالی میمونم و نامش کاپی میگیرم. وقتی که فایل انتخاب میکنم باید ادرسش در اون لیبل شوه نوشته شوه. خیلی اول ادرس اینمی فایل چی میکنم میگیرم. خیلی یک دانه دیتا تایپ فایل برشان میگیریم که دیتا تایپ فایل چی است؟ یک نوع دیتا تایپ یک فایل نامش مثلا میتونم سورس. چی؟ سورس. و در این سورس چی ذخیره شوه؟ از فایل ما شما در F ذخیره میشه. در F خیلی برشان میگم F دات کدام فایل که ما شما انتخاب کردیم. خیلی برشان میگم get selected file. ببینید این فایل چی داره؟ ایرر داره. این فایل به خاطر ایرر داره که ما شما فایل همو امپورت نکردیم. میرم باید ما شما چی کنیم؟ امپورت کنیم. ببینید در داخل می سورس چی ذخیره میشه؟ کدام فایلی که ما شما انتخاب کردیم. ببینید فایل چوزر ما شما به نام F است. برشان میگم از F selected فایل برای ما شما در سورس چی کو؟ ذخیره کو. خیلی نام لیبل ما کاپی میگیرم برشان میگم dot set text و در اینجا سورس قرار میدم. سورس چی است؟ اما ادرسی فایل است. خیلی به خاطر ایرر داره که ما شما گفتیم که در داخل لیبل ما شما محتوا استرینگ جایگزین کرده میتونیم. سورس چی است؟ دیتا تایپش فایل است. دو طریق داره. یک شما خوانده بودین که مثلا خالی را کانکتینیت کنیم یا برشان میگم دات تو استرینگ یا به استرینگ تبدیل کو. ببینید وقتی که فایل ما انتخاب کنم 12.pdf در اینجا ادرس اون فایل شد آمد. مثلا یک فایل دیگه انتخاب میکنم میرم مثلا در درایو ای مثلا این فایل انتخاب میکنم و سری اوپن. ببینید ادرس اون فایل چی میشه در اینجا میایه. خب
ما میخوایم ببینیم که نام فایل ما شما چی است. ببینین وقتی که ما این را رن کنم، فایل انتخاب کنم، در اینجا 12.pdf، در اینجا مکمل ادرسش میاره. چی میاره؟ مکمل ادرسش میاره. ما میخوایم نام این فایل ببینیم که ببینین نام فایل چی است. 12.pdf است. خیلی چه قسم میتونیم نام فایل چی کنیم بگیریم. خیلی مکمل ادرس فایل ما شما در چی ذخیره است؟ در سورس ذخیره است. برشان میگم در جپشن پن براتان نشان میدم یا در یک وریبل ذخیره میکنم string. برشان میگم فایل نیم. در اینجا ادرس فایل ما شما در کجا ذخیره است؟ در سورس. خیلی برشان میگم سورس. اینجا سورس هم نام وریبل است دیگه، هر چیز ذخیره کرده میتونه. دات برشان میگم get name. از اینمی ادرس نیمش برای ما شما چی کو بگی. از اینمی ادرس نیم میگیره و در داخل فایل نیم ذخیره میکنه. ببینید در جپشن پن براتان نشان میدم. جپشن دات شو مسیج دیالوگ. در اینجا فایل نیم نوشته کردم. وقتی که من رن کنم ببینین اپلود مثلا 1.pdf در اینجا چی آورد؟ 1.pdf ما انتخاب کردم مکمل در جپشن پن چی کرد؟ نشان داد. ببین تا یک قسمت ما چی کردم؟ یک فایل چوزر گرفتم، او را پس شو کردم و ادرسش توسط get selected file در تایپ فایل گرفتم و نامش برشان سورس دادم. ادرس در فایل که از دیتا تایپ است، این نامش است و اینجا میبینید که از f selected file در اینجا ذخیره میکنه و پس این را در لیبل چی کردم؟ سیت کردم که ادرس شما ببینید. این به خاطر دیدن شما. و یک وریبل string گرفتم و از انمی ادرس نیم گرفتم. یعنی چه قسم میتونم از ادرس نیم بگیریم و پس در جپشن پن براتون چی کردم؟ نشان دادم. خب ببینید ما شما این فایل آوردم. یک درس دیگه هم دایی که بیخی صحیح شما بفهمین چه قسم میتونیم اکستنشن فایل ببینیم که اکستنشنش چی است. مثلا ما میخوایم در این پروژه تنها عکس ما اپلود کرده بتانم. مثلا یک نفر میاد اینجا پی دی اف انتخاب میکنه، باید اجازه نده اول ببینه که اکستنشنش چی است. خب خیلی به خاطر این کار یک تکنیک وجود داره، دو دانه میتود کار میشه. ببینین فایل نیم شما در کجا ذخیره است؟ در اینمی وریبل. صحیح؟ خیلی ما یک وریبل دیگه میگیرم string data type string میگیرم و برشان میتم ext نامش. برشان میگم که از فایل نیم ایفش میره خود میکنم که هر دقیقه بود فایل نیم دات سب string. سب string براتان میگم مثلا از کدام ایندکس ایره چی کنه؟ ایندکس نمبر مثلا میگم 5. در از نیم از ایندکس پنجمش شروع میکنه، حروف براتان میگیره. ببینید ما در جپشن پن براتان نشان میدم. جپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. در اینجا ما ext را می نوشته میکنم. ببینید مثلا ببینید از ایندکس پنجمش چی آورد؟ f آورد. تنها ایندکس پنجمشه. مثلا ایرا ایندکس پنجم نمیگم، ایندکس دوم. نامش 12.pdf است. نه دیگه چی آورد؟ اما ایندکس زیرو و اولش ایستو کرد، از ایندکس دوم شروع کرد. ببین .pdf. خیمه برشان میگم نه، از ایندکس زیرو کار ندارم، از نمو ایندکس کار دارم که اکستنشنش از اینمی دات جدا شده باشه. اینمی ما ایره پاک میکنم مسیجه. ما میخوایم 12.pdf است، باید از .pdf شروع کن، از دات، هر جایی که دات است. خیلی به خاطر این کار هر جایی که دات است یک فنکشن دیگه است به نام last in مرشان میگم فایل نیم دات last index of last index of. دیجا شما حروفه مثلا برشان میگم از دی شروع کنه، جایی که دی است از اونجا میبریتان میاره. خیمه میگم از جایی که دی نه، جایی که چی است؟ اینمی نقطه است، از اونموجه چی کو
شروع کو. ببینین هر جایی که نقطه است ایره در جپشن پن برتان نشان میتم. ایره اگر لاست اندکس من لاست اندکس اف نمیدادم، باز مثلا اگر تنها ما یک حرف میدادم، باز مثلا نامش فایل شاید مثلا چند کرکتر داشته باشه، اکستنشن همیشه توسط دات جدا میشه. ما برشان میگم لاست اندکس اف چی میکنه؟ اندکسی برتان پرینت میکنه از کدام قسمت؟ از قسمتی که شما خواسته باشین. ما میگم خی اندکسی اینمی را برای ما شما بیار، دات در کدام قسمت که دات است. خیزیجا برای ما شما چی میکنه؟ میاره. خب شما متوجه باشین، باز چند دفعه ببینین کار کنین میفهمین. خواهیرم در جپشن پن برتان نشان میتم. جپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. دیجا برتان امو اکستنشن پرینت میکنم. ببین هر فایلی که ما شما انتخاب کنیم تنها اکستنشنش برتان چی میکنه؟ میاره. مثلا این میره. ببینید دات پی کف آورد. خیمه میخوایم دات پی کف، اینمی داتش هم نمیخوایم. چی میکنم؟ داتش هم نمیخوایم. از اینمی دات هم نمیاره. یک دانه اندکس دیگه هم رایش چی میکنم؟ جمع میکنم. ببینید اندکس امی داتا پیدا میکنه که در کدام اندکس است. یک هم رایش جمع میکنه. از انمی اندکس استرنگ چی میکنه؟ جدا میکنه. خیلی پس رن میکنم. یک فایل دیگه انتخاب میکنم. مثلا از اینجا از انمی فولدر مثلا نمیره. ببینید XML اور اکستنشنشه. یعنی ایرا فهمیدین که چه قسم فایل بگیریم، اکستنشنش بگیریم، مکمل چیزها رو چی کردیم فهمیدیم. خیلی ما میخوایم این باید شوه از یک جای به دیگه جای چی کنم؟ انتقال بتم، اپلود کنم. یا پیش از اینکه اپلود کردن کاپی کردن براتون یاد بدم، باید ببینم که یا عکس هست یا نه. خیمه میخوایم تنها عکس کاپی کنم. خیلی برشان شرط میدم if اگر انمی اکستنشن خود ایجا ذخیره میشه dot equals مساوی به چی بود؟ jpg بود. عکس همیشه jpg است یا png است یا یک چیز دیگه، یا یک سی jpg png و jpeg شاید یک اکستنشن دیگه هم باشه. خب من اینمی دو اکستنشن اجازه میدم، یا jpg باشه یا png باشه. خیلی اینمی اکستنشن مساوی به jpg بود یا اور ext dot equals یا چی بود؟ png. اینمی چیزا بود. برای ما شما یک مسیج بیار که فایل از ایمیج. خیلی برشان میگم جپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. دیجا برشان میگم ایمیج. اگر نبود else جپشن پن برای ما شما بیار جپشن پن دات شو مسیج دیالوگ. دیجا نوشته کو که فایل نات ایمیج. ای جپشن پن هم آل کار نیست، برای ما اینا پاک میکنم. وقتی که ما فایل اپلود کنم ببینین PDF انتخاب میکنم. میبینه که جی پی جی است یا PNG اکستنشنش هست یا نه. اگر بود ایمیج میاره، اگر نبود نات ایمیج. خیلی ما انتخاب میکنم، میگه که فایل نات ایمیج. مثلا میرم در دسکتاپ، در اینجا یک دانه عکس انتخاب میکنم. عکس کجا باشه؟ اکستنشن اینمی KK را KK PNG هست دیگه اکستنشنش. میگه ایمیج. خب اگر ایمیج بود باید در اینجا مثلا یک لیبل داشته باشم، در اون موجه چی بوده؟ نمایش بوده. خیلی اینجا ما یک دانه لیبل میگیرم در اینمی قسمت، مثلا در اینمی قسمت یک دانه لیبل یا در اینمی جا باشه. یک لیبل هم کانال میگیریم که هر عکس دیگه شا معلوم شا. تکسش هم خالی. نامش هم میگیرم
از طریق کد یک آیکن در اینجا اضافه میکنیم. به خاطر عکس که مثلا در لیبل اضافه میکنیم خب آیکن است دیگه. خب اگر ایمیج بود خب میبینه که یک مسیج هم میاره که ایمیج است. برشان میگم دات اینمی نام لیبل گرفتم دات set icon. در اینجا شما عکس اضافه میکنید. خب برشان بگوین که نیو ایمیج آیکن. در اینجا ادرس یا نمو چی را نوشته کنید. در اینجا ایرر داره به خاطر که ایمیج هم ما شما امپورت نکردیم. اینم امپورت میکنم. در اینجا ادرس یا نمو فایل تان نوشته کنید. خیلی ادرس مکمل فایل ما در کجا ذخیره است؟ در اینجا سورس. خیلی برشان میگم سورس. این به خاطر ایرر داره که در اینمیج ادرس که نوشته میکنین این باید به شکل حروف باشه. خیلی برشان میگم دات تو string. حالا ایررش هم چی شد؟ ختم شد. ببینید ما یک دانه فایل انتخاب میکنم. PDF است. میگه فایل not image. بعد از اون مثلا یک دانه عکس هم ما میخوایم در اینجا جی اینمی عکس مثلا ایمیج مسیج آورد و در اینجا چی کرد؟ اونمو عکس آورد. خب ما میخوایم این عکس باید در یک جای دیگه چی کنیم؟ کاپی کنم. در یک جای دیگه کاپی شود. خب به خاطر کاپی کردن فایل از یک جای به دیگه جای یا در پروژه خود ما شما دو چیز نیاز داریم. یک ادرس منبع یعنی اصل فایل در کجاست و ادرس مقصد که تو میخوای این فایل در کجا چی کنی؟ اپلود بکنی. خیلی به خاطر این کار نوشته کنین فایلز مثل که من نوشته کردم افش بزرگ دات کاپی. دو دانه پارامتر نیاز است. یکیش منبع یعنی ادرس فایل است که انتخاب کردیم. خیلی ادرس فایل ما شما در کجا ذخیره است؟ در سورس. و ای برشان میگم دیجا در پارامتر اول نوشته میکنم سورس اینمی وری نام اینمی وریبل است که ما شما گیت سلکتد فایل در اوجا ذخیره کرده بودیم. این سورس فایل است و در داخل این پارامتر شما دیجا پات ذخیره میکنین. پات یعنی پارامتر که میتین باید به شکل ادرس باشه. خالی سورس به شکل دیتا تایپش چی است؟ فایل است. خیمه برشان میگم دات تو پات. ایره به چی تبدیل کردم؟ اینمی سورس به ادرس تبدیل کردم. یک پات تبدیل کردم. در اینجا شما من مقصد فایل که فایل در کجا کاپی میکنین. خیلی به خاطر این کار من یک دانه فایل دیگه میگیرم به نام destination و ایره مسایی به نل قرار میتم. حال نل میگیرم یا ادرس برشان تعیین میکنم نیو فایل. در اینجا در داخلش ما ادرس نوشته میکنم به شکل string. خیلی پروژه ما شما چیه؟ در اینجا در داخل داکومنت است. پروژه ما شما در اینجا ما میم در داکومنت در نیت بینز و فایل اپلود در اسارسی ما میخوایم چی کنم؟ یک فولدر میخوایم. یک فولدر جور میکنم کنترل شیفت این دیجا ایمیجز میگم. چی؟ ایمیجز. خب ببینین دیجا یک چیز فولدر جور شده به نام ایمیجز. ما میخوایم مکمل عکس ها در اوجا کاپی شوه در اون موجا کاپی شوه. خیلی این فولدر کاپی باز میکنم و ادرسش چی میکنم؟ میگیرم. ادرسش در دستینیشن دیجا کاپی میکنم. ببینین ما چی کردم تا قسمت. ما یک دانه فایل گرفتم به نام دستینیشن و نیو فایل که میگیرین فایل با نام فایل و نیو فایل در داخلش ادرسش مشخص میکنیم. وقتی که شما بک سلش میخواین
نوشته کنین باید 2 دانه بکسلش بگیرین. خیلی ببینین در اینمی قسمت چی میشه؟ اضافه میشه. خیلی با کدام نام اضافه شوه؟ 2 دانه بکسلش میتم دیگه و امرایش هم نام اون فایل ما شما در که چی ذخیره کرده بودیم؟ در فایل نیم در اینمی جا. ببینین با نام فایل نیم یک وریبل داشتیم. خیلی برشان میگم که کانکتینیت که امرایش فایل نیم. ببینین دستینیشن یعنی مقصد فایل ما شما اینمی ادرس شد. در درایو سی، یوزر، واسیق، داکومنت، نیت بینز، فایل اپلود، در فولدر ایمیجز. بعد از او با نام اون فایل که نامش چی است؟ با نام اون فایل شوه اپلود شوه. خیلی فایل دات کاپی اول سورس ادرس اصلی و بعد از او در کدام ادرس. ما یک وریبل گرفتم با نام دستینیشن. خیلی اینجا دستینیشن نوشته میکنیم. دستینیشن نام اونیم وریبل است. ایرم باید دات تو بعد بگویم. خب کد ما شما به شکل درست پیش میره. حالی ایرر داره، به خاطر ایرر داره که این فایل اگر ادرسش صحیح بود خب اپلود میشه، اگر نبود باید ایرر بده. خیلی وقتی که این قسم قضیه باشه باید در ترای کیش بگیریم. خیره مکمل در ترای کیش میکنم میگیرم. ببینید اگر اجرا نشد در کیش شما میفهمین دیگه. اگر اینمی فایل اجرا نشد کیش اجرا میشه. خیلی دیگه باید یک اپشن پن بگوید. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ مسیج بده که فایل not uploaded. فایل not uploaded. اگر اپلود شد در زیر فایل کاپی کردن جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ باید بگه که uploaded. خب پروژه رو رن میکنم. مثل که شما میبینین من پی دی اف انتخاب میکنم. میگه که فایل نات ایمیج. اگر مثلا یک عکس انتخاب کنم با نام اینجا یک عکس است، مثلا اینمی عکس انتخاب میگیرم ایمیج مسیج میاره و گفت چی؟ uploaded. وقتی که در این فولدر ما بیایم فولدر ایمیجز ببین برای ما شما اون عکس شد اپلود شد. یک دانه مثلا عکس دیگه میارم در دسکتاپ کدام عکس دیگه باشه، مثلا اینمی فولدر دات جی پی جی را انتخاب میکنم. پروژه را رن کردگیست اپلود میایم در دسکتاپ و یک عکس است با نام فولدر دات جی پی جی ای را انتخاب میکنم. اوپن میگه که ایمیج است و میگه اپلودید. ببینید مکمل عکس ما شما باید در روی فولدر شده باشه اپلود شده باشه. ببینید عکس ما شما در این پروژه ما شما آمد. ببینید در نیت بینز هم در داخل اینمی فولدر ایمیجز فایل اپلود در داخل ایمیجز ببینید مکمل عکس ها هم در اینجا شده آمده. این بود اپلود کردن عکس. در دیگه جلسه مثلا چه قسم بتانیم ای را در دیتابیس هم اپلود کنیم. اگر در این ویدیو کار کنم ویدیو طولانی تر میشه.